یو گایز چطورین بچه؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. اکسپتیکای هستم. خوش اومدین به ویدیو باحال و جذاب از بازی یا بهتر بگم برنامه کدومو ترجیح میدی. خب اگه شما به جای من بودین واقعا کدومو ترجیح میدادین؟ اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفا این ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو تو کامنت ها برام بنویسید و اگه تا حالا این چنل رو سابسکرایب نکردید بی زحمت همین الان از پایین دکمه سابسکرایب رو بزنید و این چنل رو سابسکرایب کنید. خیلی ازتون ممنون میشم. پس بدون معطلی let's do this. خب گایز بریم سراغ سوالات. تکرار 10 دقیقه از غمگین ترین لحظات زندگی، تکرار 30 دقیقه از خجالت آورترین لحظات زندگی. خب من 10 دقیقه از غمگین ترین لحظات زندگی رو ترجیح میدم. خب 58%، 41%. خب معلومه دیگه. چون اصلا آدم نمیخواد بازم خجالت بکشه. خب به خانواده و دوستان تاریخچه اینترنت خود را نشان بدی، در کنار یک آتشفشان زندگی کنی. خب پایینیه فکر کنم بهتر باشه. البته به نظر من بالایی هم بهتره، ولی خب نظر اکثریت مهمه دیگه. قهرمان زندگیت رو از نزدیک ببینی، بین دوستات محبوب باشی. خب بین دوستان محبوب باشم. چیکار دارم قهرمان زندگیمو دیدم. بله 66% با نظر من موافق بودن. نامری بشی پرواز کنی. خب این که خیلی دیگه تابلو نامری شدن بهتر از پرواز کردنه. پروازو پرندم میتونه بکنه ولی هیچ کس تو دنیا نمیتونه نامری شه. بعد 68%. فیلمی 2 ساعته از بهترین ثانیه‌های زندگیت ببینی، 5 دقیقه فیلم تبلیغاتی از آینده‌ت ببینی. خب مال آینده بهتره دیگه. 2 ساعت رو چیکار میخوام؟ فیلم تبلیغاتی از آینده فوق‌العاده است. زامبی باشی خوناشام باشی. خب هر دوشم بالاخره آدم خارم، ولی زامبی یعنی بیمغز، بیمار، گیج، ولی خوناشام بهتره، خاصتره. آره میخوام خوناشام باشم. بله 80%. زامبی شدن به چه درد آدم میخوره؟ خوناشام بهتره، ترسناکترم هست. بی نهایت فیلم داشته باشی، بی نهایت بازی داشته باشی. خب معلومه دیگه بی نهایت بازی داشته باشم. فیلمو چی کار میخوام؟ بازی کنم حالشو ببرم. 68% هم با نظر من موافق بودن. همه زندگیت بچه باشی، همه زندگیت آدم بزرگ باشی. خب هر کدوم یه خوبی داره دیگه، ولی بچه بودن به نظرم بهتره. چون بچه بودن راحت تر از آدم بزرگ بودنه. مسئولیت نداری، فکر و ذکر نداری. بهترینش بچگیه. تیم تو برنده شه ولی تو بدترین بازیگر میدان باشی، تیم تو بازنده شه ولی تو بهترین بازیگر میدان باشی. خب این یکم سخته.
اگه بدترین بازیگر میدان بودم تیمم برنده میشد. یعنی هیچی بلد نیستم من. ولی اگه تیمم میباخت و من بهترین بازیگر میدان بودم، خب اگه تیمم باخت و من بهترین بودم، اگه بهترین بودم تیمم نباید میباخت، ولی چون باخته پس بهترین نیستم. پس حاضرم تیمم برنده شه ولی بدترینش باشم. خب بعدش هم میتونم بهتر بشم. ولی چه فایده ای داره تو تیمت بهترین باشی ولی تیمت ببازه؟ اصلا خوب نیست. پول و شهرت زیاد داشته باشی بدون عشق واقعی، عشق واقعی داشته باشی بدون پول و شهرت. خب اینجا یه سوال جالب دیگه هم پیش میاد. تو اگه پول و شهرت داشته باشی بدون عشق واقعی، اگه عشق واقعی داشته باشی پول و شهرت نداشته باشی، خب پول و شهرت به نظرم بهتره. اگه پول و شهرت نداشته باشی پس عشقی هم نخواهی داشت. 2 روزه ولت میکنه میره. پس پول و شهرت زیاد داشته باشی بدون عشق واقعی. عشقو میخوام چیکار؟ پول و شهرت داشته باشم، این بهتره. یک تابلو همسایز از خودت داشته باشی، یک مجسمه همسایز از خودت داشته باشی. تابلو خب خراب میشه ولی مجسمه نسبت به اون مقاوم تره. مجسمه بهتره، واقعی تر هم هست، سه‌بعدی تر هم هست. برو بعدی. خب حقوقت 3 برابر بشه، داخل مغزت هم بتونی اینترنت وصل شی. خب اینجا یه منطق باید در نظر بگیری. اگه تو بتونی داخل مغزت به اینترنت وصل بشی، خب اگه یه جا اینترنت وجود نداشت خب بس نمیتونی به اینترنت وصل بشی. ولی تا آخر عمرت حقوقت 3 برابر میشه. خب این خیلی خیلی عالیه. اینترنت پرسرعت هم میگیری، با گوشیت وصل میشی. پس حقوقت 3 برابر بشه. بله 50%. یک مکتشف علمی باشی، یک قهرمان المپیک باشی. خب قهرمان المپیک زیاده ولی مکتشف علمی خیلی کمه. اگه مکتشف علمی باشی و یه چیزی کشف کنی که واقعا ارزششو داشته باشه، خب مکتشف بودن خیلی عالی تره. قهرمان المپیک خیلی ساده تره، فقط با ورزش و اینجور چیزا میشه قهرمان شد، ولی برای مکتشف بودن باید مغز داشته باشی. اونم نه هر مغزی ها، مغز. یک نفر را به انتخاب تو اعدام کنن، یک نفر را به انتخاب تو زنده کنن. خب معلومه دیگه زنده کنن. چیکار میکنم؟ البته اعدامم به کار میاد. مثلا یه نفر باشه که ازش خیلی بدت میاد، خیلی مثلا تو رو اذیت کرده، ولی خب من همچین آدمی تو زندگیم ندارم، پس بهتره به انتخاب من یه نفر رو زنده کنن، که اینم نمیشه. هر چقدر دلت میخواد بتونی غذا بخوری و چاق نشی، گربه‌ای داشته باشی که حرف بزنه. خب گربه به نظرم بهتره، چون اگه غذا بخوری و چاق شی میتونی با ورزش لاغر کنی، ولی یه گربه‌ای داشته باشی که حرف بزنه، این خیلی خیلی عالیه. خب نمیدونم چرا همه زدم به تا دلت میخواد غذا بخوری و چاق نشی. خب غذا بخور، ورزش کن که چاق نشی دیگه، که خیلی راحته. شیر باشی عقاب باشی، خب عقاب باشم.
عقاب هم میتونه پرواز کنه، هم میتونه رو زمین راه بره، ولی شیر میتونه رو زمین راه بره ولی نمیتونه پرواز کنه. در ضمن عقاب چشمای تیزی هم داره. عقاب بهتره، خاص‌تره. سن ذهنیت همیشه ثابت باشه، سن جسمیتت همیشه ثابت باشه، جسمیت همیشه ثابت باشه. خب ذهنم ثابت باشه ولی جسمم ثابت نباشه، سنش پیر میشم دیگه، ولی چه فایده ای؟ ولی سن جسمم همیشه سالم باشه. به نظرم سن جسم بهتره. خب ذهن هر کاری کنی، البته اینجا اینجوری نوشته، ولی جسم بهتره، پیر نشی، چروکیده نشی، دست و پات نلرزه، این بهتره. بدونی چطوری میمیری، بدونی کی میمیری. خب اینجاش دیگه جالب شد و انشالله که هیچ وقت نمیرم و همچنین شما بچهای توی خونه، ولی بدونم کی بمیرم بهتره به نظرم. به من چه که چجوری میمیرم، مهم اینه که کی میمیرم. و اگه بدونم که کی میمیرم، مثلا میتونم تا اون موقع کلی از اینجا لذت، کلی از این دنیا لذت ببرم، مثلا خیلی خیلی بیشتر بازی های کامپیوتری و گوشی رو بازی کنم، از اونجا چیزا دیگه. بدونی کی میمیری. چطوری مردم مهم نیست، بالاخره خب در آخر میمیری دیگه، ولی کی مردن رو اگه بدونی که کی میمیریم بهتره. انگار خوشت اومده داداش. برو بابا ولم کن، اسکل. بدون درد و در خواب در تنهایی بمیری. خب تنها باشی و بی درد بمیری، راحت بمیری، یعنی با درد و در مدت طولانی در کنار آدم‌هایی که دوست داری بمیری. با درد و در مدت، یعنی مدت طولانی درد بکشی. بدون درد در خواب تنهایی بمیرم بهتره. خب دردی نداره، ولی تو مثلا میخوای بمیری یا داری میمیری، مدت طولانی درد بکشی، این خیلی سخته، مریض میشی، اینجور چیزا دیگه. خب انشالله که هیچکی تو این ایام مریض نشه و نمیره، آرزوی ما اینه. دکتر باشی وکیل باشی. خب دکتر بودن بهتره، البته نه تو این اوضاع ها، تو این اوضاع خیلی سخت تره، ولی وکیل بودن هم خطرات خودشو داره دیگه. هیچ وقت نمیری، هیچ وقت پولت تموم نشه. خب اینجا جالبه. اگه هیچ وقت نمیرم، یعنی عمر طولانی داشته باشم یا عمر بی‌نهایت یا جاودان داشته باشم، ولی پولی نداشته باشم. خب نمیتونی آدم از زندگیش لذت ببره. ولی اگه هیچ وقت پولم تموم نشه، خب عمرم تموم بشه، ولی خیلی از چیزایی که دلم میخواد و میخرم، یا مثلا لباس، کنسول بازی، گوشی، کامپیوتر، همه این چیزا رو، خونه، ماشین، پولم هیچ وقت تموم نمیشه، ولی نمیخوام که تا آخر عمر زندگی کنم و هیچ پولی نداشته باشم. این بهتره، هیچ وقت پولت تموم نشه. هیچ وقت لازم نباشه بخوابی، هیچ وقت لازم نباشه بری دستشویی. خب بخوابی، ولی خب دستشویی بهتره. یه جایی هست که آدم نمیتونه به راحتی بره مشغول شه، ولی خوابیدن و خب لازمه. خواب کیف خودشو داره،
آدم میخوابه بلند میشه کلی انرژیش میره بالا، ولی هیچ وقت لازم نباشه بری دستشویی. این بهتره به نظرم. بعدی فیلم کمدی ببینی، فیلم ترسناک ببینی. خب فیلم ترسناک خیلی خیلی بهتره. من فیلم کمدی رو میخوام چیکار؟ فیلم های کهنه و قدیمی هن. فیلم ترسناک ببینی با دوستات، با همدیگه تو تاریکی، گهگاهی همدیگه رو بترسونین، خیلی حال میده. داداش برو بعدی دیگه. دست مورد علاقت رو از دست بدی، پای مورد علاقت رو از دست بدی. آقا این چه سوالیه؟ آقا من نمیخوام این سوال رو جواب بدم. مشکلیه؟ آخه این چه سوالیه داری از من میپرسی؟ من نمیخوام دست و پامو از دست بدم، ولی حالا باید یکی رو انتخاب کنم. دستمو از دست بدم، پامو از دست بدم. خب با پا راه میرم، با دستم وسایل برمیدارم. و دست مورد علاقه من راسته، چون راست هستم. ولی نمیخوام راستم از دست بدم. پای مورد علاقت، خب مگه پا مورد علاقه داره؟ پای دیگه. میزنم دست مورد علاقت از دست بدم دیگه. چیکار میشه کرد؟ مجبوریم که جواب بدیم تا بره تو تست بعدی. اگه ندیم نمیره. برو داداش برو. خب 1 سال هر روز جوراب‌های خیس بپوشی، 1 سال سرتو نشوری. خب آدم 1 سال سرشو نشوره، سرش بو میگیره، بوی سگ میده. ولی 1 سال هر روز جوراب‌های خیس بپوشی، خب 1 ساعت اول خیس میشن دیگه توی روز. مثلا امروز ساعت 8 میخوای بری کار، جوراب‌های خیس رو میپوشی. خب با دمپایی برو، مثلا کفشات هم با خودت ببر، تو راه بهشون آفتاب میخوره خوش میشن، بعد کفشاتو بپوش. بشور میگم بپوش به همین راحتی. بس 1 سال هر روز جوراب‌های خیس بپوشی. سرشستن بهداشت خیلی خوبه، مهمترینه. برو بعدی. Go to the next. با رئیس جمهور شام بخوری، با یک هنرپیشه شام بخوری. با یک هنرپیشه شام بخورم. البته مونده که اون هنرپیشه کی باشه ها. یه هنرپیشه درست حسابی خارجی باشه خیلی بهتره. همیشه آب بینیت بیاد، همیشه بینیت گرفته باشه. خب آب بینیم بیاد، گرفته باشه چرت میشه. ولی آب بینیت بیاد، خب با دستمال پاک کن. برو دیگه. نمیتونم به خاطر اینترنت قویه، ولی کنم برنامه خودش اینجوریه. اسم همه را بدانی ولی شخصیتشان را تشخیص ندهی، شخصیت همه را بدانی ولی اسمشان را یاد نگیری. یاد میگیرم، تو نگران نباش. شخصیت همه رو بدونی مهمتره. اسمشونو میخوام چیکار؟ شخصیتشونو بدون. یه سوالم جواب بدیم، این دیگه آخریه. برو دیگه. زندگی در شهر خوب با کار بد. زندگی در شهر بد با کار خوب. With a good job. خب میخوام تو شهر بد با یک کار خوب زندگی کنم. خب اگه اون کار خوب باشه یعنی درآمدش هم خوبه. اگه درآمدش خوب باشه، خب پولامو جمع میکنم، مسافرت میکنم به یه شهر خوب. به همین راحتی دوستان. باید تو اینجور سوالا منطق رو قرار داد، با منطق جلو رفت.
خب گایز ممنون از اینکه این ویدیو رو نگاه کردیم. با تشکر. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفا این ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو برام رو کامنت رو بنویسید و اگه تا حالا این چنل رو سابسکرایب نکردید بی زحمت همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و این چنل رو سابسکرایب کنید. خیلی ازتون ممنون میشم. تا ویدیوهای بعدی پیس اوت.